دوستان بینید عزیز ما بعد از کمتر از یک ساعت دیگر برنامه خبری رادیو زودی در پخش مستقیم تقدیم شما می شود. اما تا آن دم یک خوش خبر دارم به همه شما که طول تقریبا 3 ماه آخر اکثریتتون میپرسیدید کی مرزها بین کشورها باز می شود و شما امکانیتی سفر کردن به وطن را پیدا میکنید. خب باید بگم که امروز استادی مبارزه با کرونا ویروس در تاجیکستان قرار کرد که سر از 1 ایول پروازهای بین المللی بین ازبکستان و دوشنبه از تاجیکستان اجازت داده شود. در رابطه با پروازها به روسیه و ترکیه و کشورهای دیگر چی در این باره در برنامه خبری برای شما ما تفصیلات خواهیم داد و فکر میکنم شما میتوانید به سوالهای خودتان پاسخ بگیرید. این خبری یگانه نیست. تازه خبری دیگر این است که شما از ما میخواستید بدانید که کی اجازه برگزاری توی معرکه ها در تاجیکستان داده می شود. بعد از 3 روز عزیزان شما میتوانید توی معرکه خود را برگزار کنید ولی با شرکت محدود مهمانان. در این باره نیز ما برای شما جزئیات میدیم. فراموش نکنید در برنامه خبری ما شما را منتظریم با این موضوع و موضوعهای دیگر مهم روز.